کیومرث در فرهنگ اساطیری ایران به عنوان نخستین انسان و نخستین پادشاه شناخته می شود. او را آغازگر تاریخ شاهان ایران می دانند و پادشاهی او نمادی از شروع تمدن و سامان یافتن زندگی بشری است. کیومرث به انسانها نظم، اخلاق و عدالت آموخت و آنان را از زندگی پراکنده به زندگی اجتماعی و گروهی هدایت کرد. بر اساس روایت‌های اساطیری، کیومرث انسانی یکتا بود که در کوه‌ها زندگی می‌کرد و با دانایی و خرد خود انسان‌ها را به رعایت اصول زندگی جمعی و هماهنگی با طبیعت فرا می‌خواند. او نخستین کسی بود که انسان‌ها را به پوشیدن لباس از پوست حیوانات و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی عادت داد و برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی را آموزش داد. در شاهنامه فردوسی، کیومرث پادشاهی دادگر و خردمند توصیف شده است. دوران حکومت او با آرامش، صلح و ساده‌زیستی همراه بود و مردم تحت فرمان او زندگی آرام و با امنیت داشتند. او انسانها را به پرستش یزدان راهنمایی کرد و آنان را از تباهی و آشفتگی نجات داد. کیومرث همچنین نقش مهمی در پایه‌گذاری فرهنگ کشاورزی و شکار داشت و با هدایت صحیح زندگی انسانها را مستحکم کرد. از نظر نمادین، کیومرث آغاز آفرینش انسان در اسطوره‌های ایرانی را نمایندگی می‌کند. برخی پژوهشگران او را معادل با آدم در اساطیر سامی می‌دانند. با این تفاوت که کیومرث علاوه بر نخستین انسان بودن، نخستین فرمانروا نیز محسوب می‌شود. این ویژگی او را به شخصیتی دوگانه، هم انسانی و هم شاهانه، تبدیل می‌کند. در متون پهلوی نیز کیومرث با عنوان گیومرت یاد شده است و او را اولین آفریده مادی اورمزد می‌دانند. گفته می‌شود بدن او پس از مرگ به زمین باز می‌گردد و از نطفه او جفته‌ای از نخستین انسان‌ها، مشی و مشیانه، به وجود می‌آیند. این روایت‌ها نشان می‌دهد که کیومرث نه تنها آغازگر پادشاهی است، بلکه سرچشمه نسل بشر نیز محسوب می‌شود. پادشاهی کیومرث با وجود آنکه در دنیای اسطوره‌ها قرار دارد، در فرهنگ ایرانی اهمیت فراوانی دارد. او نمادی از آغاز، سامان، خرد و عدالت است و تصویر او به عنوان پادشاهی که نخستین بار انسان را از زندگی ابتدایی به سوی زندگی اجتماعی و فرهنگی هدایت کرد، همچنان در حافظه تاریخی ایرانیان زنده مانده است. حتی امروزه بررسی جایگاه کیومرث در اسطوره شناسی ما را با مفاهیم عمیق فلسفی درباره آغاز زندگی، معنا و نقش انسان در جهان آشنا می‌سازد. او یادآور این است که هر تمدنی نیازمند یک نقطه آغاز، یک رهبر خردمند و یک نظام اجتماعی است تا بتواند پایدار بماند. کیومرث همچنین الهام بخش آثار هنری، شعر و ادبیات فارسی بوده و در فرهنگ معاصر نیز با عنوان نمادی از خرد و عدالت یاد می شود.